ششمین ویدیو میخوام برم سراغ رئیس دفتر یکی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی که قرار بود ناجی ما بشه و اومد و نصیحت‌هایی رو من کرد و گفتش که شما نمیتونید اینجوری کار بکنید و بیایید با یه سری مدیران دولتی کار بکنید که این مدیران دولتی خیلی بهتر میتونن شرکت شما رو به چرخ بندازن تا یه مدیری مثل خانم دکتر حسینی که تجربه های خیلی چیزا رو نداره و این حرفا، ایشون خیلی بهتره و شما بیایید این کار رو انجام بدید و من هم کنارتون هستم تا این کار رو تمامش بکنیم. گفتیم چشم، به حرفش گوش دادیم و دنبال این بودیم که یک روزنه‌ای پیدا بکنیم که حداقل توی صادرات برای ما مشکل تراشی نکنن، ما بتونیم جنسا رو بفرستیم بره. حالا درست بود زمان کرونا بود نمیتونستیم صادرات داشته باشیم، از اون برم مشکلات داشتیم، خیلی کم شده بود، ولی به هر حال اینقدری که ما بتونیم در واقع سر پا بمونیم و تولید کننده هامون اذیت نشن میخواستیم این کار انجام بدیم. اومدیم قبول کردیم، گفتیم باش. ایشون اومد و برای جلب اعتماد بنده بابت حالا خیلی هزینه هایی که به من میگفت باید انجام بشه تا این کار انجام بشه تا شما راحت جنستون بره، خب یک پژو 2008 0 کیلومتر از من گرفتم، من از آقای رشیدی در خیابون جمهوری تهران خرید کردم، نمایشگاه ایشون و آدم بسیار خوبی هم هستش، خیلی لطف کرد و ما ایشون داد و ما رفتیم چکاشو دادیم، ایشون تحویل گرفت و اومد سندشی که میخواست بگیره منو برداشت برد پلوی یک سردار سپاهی و که از بستگانشون بود و به اونجا رفت برای اعتماد سازی که اون سردار هم خیلی ناراحت شد از این مشکلاتی که برای من به وجود اومده و خیلی ابراز همدردی کرد، گفت دست شما رو میبوسم، نمیدونم شما خیلی به کشور ما لطف کردید، خیلی به کشور ما کمک کردید و در نهایت ایشون رو تایید 100% کردن و بعد از تایید ما دیگه به خاطر اینکه مشکلاتمون حل بشه اون پژو 2008 هم سندش هم به نامشون زدیم، اما اصل سندش هنوز دست خودم هستش و ایشون گرفت و بعد از اینکه گرفت یه مدیر کشاورزی از مدیران بانک کشاورزی حالا فکر می‌کنم استان تهران بود بازنشسته شده بود و استان‌های دیگه و به اضافه ایشون رو آورد و گفت ایشون میتونه کمک زیادی بکنه که اون موقع مدیر یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی بود. ایشون اومد و با خودش از یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره دقیق نمیدونم بانک کشاورزی آورد، گفت ایشون باید در کنار ما باشه بابت خیلی از کارا، ما باید وام بگیریم، شما اشتباه کردی تا امروز وام نگرفتی و این آقا توی وام گرفتن از بانک کشاورزی میتونه کمک به سزایی بکنه. بعد رفت یکی دیگر رو برداشت آورد، گفت ایشون مسئول نمیدونم کارآفرینی کشور هستن و ایشون هم میتونن بیان مشاور شما بشن و مشاور در واقع شرکت و خیلی به درد ما میخورن. رفت یه دونه از مدیران حقوقی بانک کشاورزی آورد، گفت ایشون هم باید بیاد بشه مدیر حقوقی شرکت در واقع فدک‌گل و میتونه خیلی کمک زیادی به ما بکنه. یکی دیگه از مدیرای بانک شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی باز که بازنشسته شده بود و رفته بود در شرکت‌های زیر مجموعه بانک آینده کار میکرد و ایشون هم آوردن، گفتن ایشون هم خیلی به درد میخوره. خلاصه هر کسی که توی بانک کشاورزی و نمیدونم توی چیز بازنشسته شده بود اینها رو آوردن که اینها شرکت ما رو بیان رو زمین بلند بکنن و این مشکلات رو حل بکنن و در واقع با اون شخصی که خیلی ما رو اذیت کرده بود و مشکلات زیادی برای ما به وجود آورده بود بیان مبارزه بکنن و این کلا این قضیه رو حلش بکنن و ما رو از این منجلا در واقع به خود خودشون بکشن بیرون. خب اون آقا بعد از اینکه اینا رو معرفی کرده و اینها مشغول کار شدن خودش که اصلا گذاشت رفت و اون ماشینم خورد پولشو و حتی ما به اون سردار که ایشون رو تایید کرده بود زنگ زدیم و پیام گذاشتیم براش، پیام‌های مختلفی دادیم و ایشون منو بلاک کردن، یک دونه از پیام‌های منم جواب ندادن و متاسفانه باید بهشون بگم از همینجا که اگه شما هم ویدیوی منو میشنوید شما به ما مدیون هستید بابت معرفی ایشون، بابت تایید ایشون و حتما اگر دنیای دیگه وجود داشته باشه، حتما اگر پل صراطی وجود داشته باشه ما حتما یقه شما رو میگیریم و مثل تمام کسایی که ما رو اذیت کردن و باعث شدن 5000 نفری که در
این شرکت فدک‌گل زیر سایه شرکت فدک‌گل مشغول به کار بودن و مشکلات مختلفی براشون به وجود اومد. عرض به حضور شما که قطعا شما، من مطمئن هستم که چوبشو میخورید و دنیا اینجوری نمیمونه. متشکرم. اگر اجازه بدین باز بقیه‌شو تو ویدیو بعدی بگم که حجم ویدیومون سنگین نشه. ممنون ازتون.